برای ملت کهن‌بنیاد تاجیک پس از سقوط دولت سامانیان قریب 1000 سال لازم شد که در پاره سرزمین تاریخی اجدادیش دولت خود را بنیاد نماید و به عالمیان از استقلال در انتظار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیش پیام فرستد. ذکر داشته است پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان. نوروز، سده، مهرگان و سنت و آیین‌های این جشن‌های صرف ملی و مردمی یکی از بخش‌های مهمترین زندگی مردم نیاگان ما می‌باشند که با تشبث فرهنگ سالانانه پیشوای ملت در زمان استقلالیت دولتی دوباره احیا شدند. پاس داشتن این سنت‌ها همچون سنت‌های اجدادی امری هستی و رسالت مهمی ملی می‌باشد، زیرا تمدن آریایی به انسانیت جشن‌هایی را پیشکش نموده است که در پایه مهر و صداقت و خرد و ذکاوت بنیاد شده پیروزی عقل و خرد بر جهل و ظلمت به شمار می‌روند. یکی از قدیم‌ترین سنت‌های خلق ما جشن سده می‌باشد. سده در قطار نوروز و مهرگان از دوره قدیم یکی از جشن‌های باشکوه مردم فارس نژاد به حساب می‌رفت. ماهیت جشن سده را پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما به سرما و نیکی بر بدی تشکیل داده مردم آن را با افروختن گلخن‌های بزرگ گرامی می‌داشتند. سده همه ساله در روز 10 ماه بهمن سالشماری هجری خورشیدی تجلیل می‌گردید که برابر با 30 ینوری سالشماری میلادی راست می‌آید. همه ساله جشن باستانی ملت تاجیک یعنی جشن سده در کشور محبوب ما با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود و البته تجلیل این جشن‌های باستانی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه با پیشنهاد و تشبس‌های فرهنگ دوستانه و سازنده پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در دوران صاحب استقلالی کشور پیشنهاد شدند و امروز این جشن‌های ما در مثال سده، نوروز، مهرگان امروز همچون جشن‌های در سطح بین المللی آنها را مثلا تجلیل میکنند. چنانچه از سرچشمه‌های تاریخی و نوشته‌های عالمان و ادیبان معروف برمی‌آید سده جشن حاصل و کشف آتش سحرانگیز محسوب می‌یابد. راجع به سده عقیده‌ها زیاد بوده. ابوالقاسم فردوسی در شاهنامه خود هوشنگ را اساسگذار این جشن می‌حسابد. بعضی مورخان به آن نظرند که جشن سده در زمان کیومرث و اسفندیار و فریدون و جمشید به وجود آمده است. در آموزش تاریخ پیدایش جشن سده و قاعده و سنت‌های آن شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی سرچشمه بی‌بهایی است. اون عددهایی که مثلا 100 روز اشاره میشوند یعنی 50 روز و 50 شب تا فرا رسیدن جشن نوروز و همچنین یادآوری نمودن و احترام گذاشتن انسان به طبیعت و کائنات دانسته می شود. از همین لحاظ جشن سده را باید به دیگر ارزش های ملی اعتراف کرد و معرفی کرد و در برابر معرفی نمودن عرف و عادت های تاجیکانه، رسم و رسوم آریایی نیز منعکس می گردد و یکی از مثلا عادت های آریایی این خوب گفتن، گفتاری نیک، پنداری نیک، رفتاری نیک است که در هر یک جشن هایی که پیشوای معظم ملت تلقین نمودند و در سازمان ملل متحد همچون نمونه عبرت پیشنهاد شده اند از جانب پرزیدنت مملکت گواهی این گفته های مصره های بالایی که آریایی ها ما خلق تاجیکان به من بعدها همچون میراث باقی گذاشتیم انعکاس کننده است. جشن سده به دهه بهمن ماه یعنی 50 شب و 50 روز تا آغاز جشن نوروز برگزار می گردد. با شرافت استقلالیت کامل کشور و تشبث های خردمندانه و فرهنگ سالارانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان سالهای اخیر تجلیل جشن سده دوباره احیا گشته این جشن همچون عید تاریخی و ملی استقبال کرده می شود. جشن سده رمز اساسی خرمی و آبادی، تندرستی، شادی و نشاط، زدودن کینه ها محسوب یافته ارزش بلند اجتماعی و فرهنگی را افاده می کند که مردم را برای آماده شوی به بهار مستحکم نمودن وحدت ملی متحد سازی جامعه هدایت می کند.
واقعیت اصلی اهمیت اجتماعی داشتن این جشن نیاگون در آن تجسم می‌یابد که با فرارسیدن این جشن کارهای آمادگی به فصل بهار، تازه کردن جویبارها، شناندن نهال، بنیاد باغات نو و به نقشه گرفتن حاصل که اساس پیشرفت ساحه کشاورزی را تشکیل می‌دهد آغاز می‌گردد. این جشن نه تنها مردم را به هم آورده کینه‌ها را از بین می‌برد، بلکه محبت و اعتماد می‌بخشد و آن را به وسیله مستحکم نمودن همبستگی ملی تبدیل می‌دهد. وقتی که نور آفتاب به چشم مردم میرسد میگن که صدا، یعنی که ما به روز روشن، به روز گرما مثلا رسیدیم که آدم ها مثلا از خانه ها برآمده به تازه کردن راه و راهروها، سفید کردن دیوارهای خانه، پوشیدن لباس های عیدانه آغاز میکنند. و درباره تجلیل این جشن، تاریخ این جشن، مثلا گویا که 50 شب و 50 روز ماندن به عید نوروز و به فصل بهار و یا اینکه به صد رسیدنی مثلا اولاد کیومرث و باز چند فرزندانی، باز چندین دلیل های دیگر راجع به این جشن هست. یعنی در مجموع تجلیل این جشن ها می تواند به تحکیم وحدت ملی، استقلال دولتی کشور ما یک زمینه بسیار مفید گذارد. همچون جشن و سنت باستانی صدا به مردم امکانیت می‌دهد که ارزش‌های فرهنگی و عنعنه‌های اجدادی خود را حفظ و احیا کنند. این جشن به شکل کامل ارزش‌های ملی و فرهنگی تاجیکی را نشان داده پیام صلح و سرور، آبادی و همدیگر فهمی را به آیندگان می‌رساند. عاید به این واژه و اصطلاح صدا نظرهای گوناگون موجود است و از باستانی بودن این جشن دلالت می‌کند. مشهورترین تفسیر مردمی جشن صدا از شماره 100 گرفته شده است و آن عبارت از 50 شب و 50 روز بودن زمان رسیدن نوروز را افاده می‌کند. باعث افتخار است که با شرافت آزادی و استقلال دولتی، تشبث‌های فرهنگ سالارانه رهبری حکومت کشور، این جشن دوباره احیا شد و در کشور ما این آیین مردمی استقبال کرده می شود. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان عاید به جشن صدا چنین درج کردند: باور داریم که احیا و تجلیل جشن صدا همچون رمز استقبال فصل نور و گرمی، نیکی و سخاوتمندی، سرجمعی و وحدت کل شهروندان در گسترش کارهای آبادانی و سازندگی و خرمی و پیشرفت تاجیکستان عزیزمان نقش مؤثر گذاشته در آغاز سال چون پیام آور نوروز عالم افروز و زندگی مردم شریف تاجیکستان مژده خرمی و خوشبختی می آورد. مورد ذکر است که جشن صدا وسیله مستحکم کردن همبستگی ملی نیز ارزیابی می شود.